روز 15 ایول سال 2023 در شهر کودروو ولایت لنینگراد روسیه که در کناره‌های شرقی شهر سنت پترزبورگ جایگیر شده است، بین مهاجران از تاجیکستان زن و زنی و تیرپرانی صورت گرفته. یکی از اشتراکچیان در جریان این مناقشه 3 نفر دیگر را زخمی کرده است. پایگاه خبری محلی پترگراد خبر داد که در رابطه با این زن و زنی که در کوچه انگلیس که رخ داد، بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 1 ماده 105 با اتهام سوءقصد به آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به تاجیکی که به طرف 3 هموطن خود تیرخوری کرده سپس از جای حادثه فرار کرد، همچون جزا تا چند سال زندان تهدید میکند. بنا به اطلاع پترگراد معاین کرده شده است که شام 15 ایول در کوچه انگلیس که 3 مهاجران سنشان 47، 24 و 23 ساله با یک مرد 30 ساله نیز زاده تاجیکستان که الکی شهروندی روسیه را گرفته است مناقشه کردند. مرد 30 ساله با اون 3 نفر جراحت‌های وزن جسمانی رسانیده است و هر 3 را در بیمارخانه بستری کردند. تفصیلات دیگر این حادثه در دست نیست و درباره سبب مناقشه بین زادگان تاجیکستان در کودروو نیز چیزی گفته نشده است. وضع سلامتی مهاجر در بیمارستان بستری شده و مشخصاً چه جراحت‌های برداشتن آنها نیز معلوم نیست. روشن نیست که آنها در نتیجه لطوکوب آسیب دیدند و یا در جریان تیرپرانی. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها با اشتراک مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند.